سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز. امروز در خدمت شما هستم در بحث نکات طلایی مدیریت رستورانداری. اگر میخواید یک مدیر موفق در بیزنس غذا و رستورانداری باشید، باید دو نکته رو از یادت نبری و اون دو نکته providing good quality food، یعنی کیفیت خوب و قیمت مناسب هست. البته یک چیزی رو قطعا نباید از یاد ببری و اون خداوند هست. تا زمانی که چشم امیدت به کسی جز خداست، قطعا ناامید خواهی شد. اما زمانی که خودت رو به آغوش خدا بسپاری و میگی خدایا هر آن چیزی که تو صلاح میدونی خیره، همه درهای بهشت به روی تو باز میشه. فقط کافیه که ایمان داشته باشی و اجازه بدی که خودش کارشو انجام